اگه دلت میخواد یه چنل توی یوتیوب داشته باشی و ازش درآمد دلاری کسب کنی، این ویدیو رو ببین. سلام بچه‌ها، من طه هستم و امروز در خدمت شما هستم در چنل یوتیوب لرن که بهتون طریقه راه اندازی یک چنل داخل یوتیوبی رو یاد بدم بهتون که بتونین ازش به درآمد دلاری برسید. اما قبل از اینکه توضیحات خودم رو شروع بکنم، حتما کانال ما رو، یعنی کانال یوتیوب لرن رو در یوتیوب سابسکرایب بکنید و زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. و اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما تا آخر ببینید. اگر ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو هم بزنید. بریم سراغ توضیحات. خب بچه، مرحله اول برای راه اندازی چنل در یوتیوب این هستش که ما داخل یوتیوب لاگین بکنیم که این کار رو قاعدتا همه ما بلدیم. اما از این گذشته مرحله دوم، شما باید برید داخل یوتیوب استودیو بشید و خلاصه اون کاری من بهتون میگم انجام بدید. این کاری طبیعتا ما بریم داخل روی صفحه اسکرین لپتاپ تا بهتون بگم این کار رو چجوری انجام بدید. خب بعد از اینکه وارد یوتیوب شدید و لاگین کردید خلاص این داستان ها، این گوشه سمت راست اکانتتون بالا میاد و یه خلاصه عکسی این بالا هست. شما میاد اینجا و یه گزینه هست به اسم یوتیوب استودیو. البته این کاری من دارم داخل سیستم و لپتاپه، اما اگه خواستید توی گوشی این کارها را انجام بدید، من در ویدیوهای آینده برای شما داخل گوشی هم به شما آموزش خواهم داد که چطور میتونید از داخل گوشی هم چنل یوتیوب رو اندازی بکنید و به درآمد برسید. اما بریم سراغ بقیه کارها. میزنید روی یوتیوب استودیو، یه صفحه برای شما باز میشه به اسم یوتیوب کریتور استودیو. حالا توی این بخش شما وارد پنل داشبورد چنل خودتون میشید. اما برای اینکه بخواید چنلتون رو راه اندازی بکنید، وارد قسمت کاستومیزیشن از پنل سمت چپ یوتیوب استودیوتون وارد میشید. اینجا شما میتونید بنر ایمیج، یعنی بنر چنلتون که اون بالای بالا قرار میگیره رو مشخص بکنید توی این قسمت. بعد پیکچر یا همون تصویر حساب چنلتون که نمایش داده میشه رو میتونید مشخص بکنید. اینجا نام چنلتون، پوینتر، این که خیلی چیز مهمی نیست و خود حساب یوتیوب اینو مشخص کنه بر اساس نام کانالتون. بعد میان دیسکریپشن چنلتون، یکی از مهمترین بخش هاست که من درباره این هم دوباره برمیگردم براتون توضیح میدم. بعد چنل یو آر ال یا همون یو آر ال چنلتون که اگه خواسته باشید جای منتشرش کنید یا جایی ازش تبلیغ بکنید، میفرستیدش برای دوستان و آشنایانتون، یا توی دیسکریپشن چنلتون هم میتونید این رو قرار بدید. یه ویدیو واترمارک هم اینجا میتونید بذارید که من گذاشتم این ویدیو واترمارک که گوشه سمت راست پایین صفحه انگار نمایش داده میشه و موقعی که طرف، یعنی مخاطبتون، این رو ببینه کنجکاو میشه و روش کلیک میکنه، خلاصه وارد کانال شما میشه و میتونه باش کانال شما رو سابسکرایب بکنه. اما از اینها گذشته میایم تو بخش هوم تب. اینجا قسمت پروفایل کاستومیزیشنش بود. حالا میایم تو بخش هوم تب. توی بخش هوم تب ما به حساب بسته‌بندی میکنیم یا دسته‌بندی میکنیم به حساب ویدیوهامون رو. مثلا فور یو مثلا برای مخاطب نمایش داده میشه که شما میتونید اول کانالتون یا مثلا اواسط یا اواخر کانالتون بذارید. اگر اواخر چنلتون بذارید باعث میشه که مخاطب اول بیاد ویدیوهای شما رو ببینه و اگر خواست بعد میتونه کانال های دیگر رو هم دنبال بکنه و اونها رو هم ببینید. کانال هایی رو به شما به مخاطب نشون میده که به حساب چجوری بگم مرتبط هست با چنل شما و همون موضوع چنل شما رو دارن دنبال میکنن.
اما قسمت ویدیو که همه ویدیو لانگ ویدیوهای شما درش قرار میگیره. قسمت بعدی شورت ویدیوز هست که میتونید درش شورت ویدیوهایی که با موبایل خودتون میسازید رو در اونجا بارگذاری بکنید. پاپیولار ویدیوز ویدیوهایی هست پرطرف دارن و اونها رو هم میتونید در کانال خودتون قرار بدید. کرییتد پلی لیست میتونید ویدیوهای خودتون دستبندی کنید. مثلا من که دارم الان آموزش یوتیوب میدم، میتونم یه قسمتی بذارم برای ادیت ویدیوهای یوتیوب، نمیدونم کپی رایت یوتیوب، آموزش یوتیوب، راه اندازی یوتیوب، به درآمد رسیدن یوتیوب و دستبندی های دیگه. لایو استریمتون که معمولا خیلی ماها ازش استفاده نمی کنیم، اما کانال هایی هستن که از این لایو استریم واقعا استفاده میکنن. پست و کلابریشنز که اینها رو هم توی ویدیوهای آینده براشون توضیح خواهم. اما یه مطلب بود، بیاید اینجا، بیاید قسمت دیسکریپشن سایت. اولی که این نام خوب، یه نام مرتبط با سایت رو ببخشید چنلتون رو حتما انتخاب بکنید. بعد توی قسمت دیسکریپشن کارهایی که توی چنلتون انجام میدید رو بنویسید. مثلا من نگاه کنید، من نوشتم سلام دوستان، من طاها هستم، خودمو معرفی کردم، اسم چنلمو نوشتم، چی کارهایی که انجام میدم و یه نکته مهمی هم که هست، حتما لینک چنل رو بذارید داخل دیسکریپشن چنلتون و نکته هایی که میخوام بهتون بگم رو حتما درش رعایت بکنید. خب اولین چیزی که شما باید توی دیسکریپشن چنلتون رعایت بکنید این هستش که به طور تا جایی که میتونید به طور کامل و مفصل درباره کانالتون بنویسید، شخصیت خودتون رو توصیف بکنید. حتما اسم چنلتون یا نام چنلتون رو چه به انگلیسی چه به فارسی حتما داخلش بیارید که همین باعث میشه که خود یوتیوب بیاد این رو شناسایی بکنه و داخل به حساب اون جستجوش بذاره که جز یکی از تگ های جستجو به حساب میاد و همین باعث میشه که شما به درآمد برسید و بیشتر کانال شما در دید عموم باشه. خلاصه گفتم کارهایی که انجام میدید و اما مهمترین نکته که موقع بهتون گفتم این که لینک چنلتون رو هم حتما بگذارید. اما چه لینک چنلی بگذارید رو به شما در ویدیوی بعدی خواهم گفت که چه لینک چنلی رو بگذارید. و خلاصه اینکه این از طریقه راه اندازیش و انشالله بارگذاری ویدیو و اینها باشه برای ویدیوهای بعدی و اینکه چجوری لینک چنلمون رو کاری بکنیم که طرف مجبور بشه سابسکرایب کنه رو که احتمالاً خیلی از شما هم شاید بلد باشید بهتون میگم. و دیگه نکته خاصی نمیمونه. یه دقیقه بیایید اینجا تا من یه نکته کوتاه رو بهتون بگم بعد ویدیو رو تمام کنم. خب بچه‌ها دیدیم که چجوری میتونیم داخل یوتیوب چنل رو راه اندازی بکنیم. حالا من خیلی نکته هنوز مونده که بهتون بگم، اما من نکات اصلی رو گفتم. انشالله بقیه بمونه برای ویدیوهای بعد، چون من الان واسه هم ویدیو خیلی طولانی میشه، هم بارگذاریش طولانی میشه و هم حوصله شما سر میره. خلاصه اینطوری. اما یه چند تا نکته هنوز مونده. یه لینک باید با هم بسازیم، ویدیو بارگذاری بکنیم، شورت ویدیو بارگذاری بکنیم. همچنان بحث های ما ادامه داره. اما اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیوی من رو لایک بکنید و چنل ما رو حتما سابسکرایب بکنید به دوستانتون و آشنایتون که اونها هم میخوان به درآمد دلاری برسن معرفی بکنید و زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. خلاق و پر انرژی باشید. خدایا رو نگهدارتون.